فرودگاه باریسپال در شهر کیوی اوکراینا روزانه به اینجا صدها سیاح از کشورهای عربی وارد می شوند. من همیشه می‌خواستم اتحاد شوروی را ببینم. در واقع اوکراین جای جالبی برای دیدن است، نه فقط به چرنوبیل. تابستان سال گذشته اوکراین اجازه داد که شهروندان عربستان سعودی، بحرین، عمان و کویت بی روادید به آن کشور بیایند. حالا تنها از عربستان سعودی در یک هفته چند ҳавопаймо به اوکراین پرواز می‌کند. خوراک خوب، جنگل و درختان سبز عموماً بسیار عالی است. بعد کیف ما به کوه می‌رویم. این یکی از گرانترین مهمانخانه‌های کیف است. سیاحان عرب محض در همین گونه مهمانخانه‌ها جای می‌گیرند. اکنون به جای مشروبات در اتاق‌هایشان میوه خشک می‌گذارند و نه تنها این. در اتاق‌ها در صورت ضرورت کتابی قرآن می‌گذاریم. قیبلانamo هم می‌گذاریم که سمت قبله را یابند و خود ҷойнамоз را هم. سیاحان عرب بعد تماشای کیف بیشتر به غرب اوکراین به شهرهای لوو و کرپاتیا می‌روند. اینجا مرکز لوو است که از ماه ایون این جانب بیشتر سیاحان عرب را می‌بینید. اینجا در واقع جای بسیار خوب است، ولی من نمیفهمم چرا اینجا مردم کم میخندند. این یک مشکلی است. من 5 روز است که اینجایم ولی لبخندی را ندیدم. نمیدانم چرا. عین زمان کشور به من بسیار خوش آمد. مردم کمک میکنند، توصیه میدهند که کجا روید. اگر میسر شد میخواهم که برگردم. رستوران‌های اوکراین هم برای جلب مشتریان عرب خدمات خود را وسیع کردند. آمده از ما میپرسند که گوشت حلال داریم، سرتیفیکات میپرسند که این گوشت گاو یا مرغ است. آنها که گوشت خوک نمیخورند. ماشین‌های سیاحی در لوو اکنون اساساً در خدمت سیاحان عرب هستند، ولی با آنها بیشتر سیاحت در فایتون پسند آمده است. اسب را عکس گرفتن و معاشرت را دوست می‌دارند. یگان عرب اگر فایتون سواری نکند هم ولی عکس می‌گیرد، اسب را نوازش و بوی می‌کند. ظاهراً یگان محبت خاصی به اسب دارند. ولی جای از همه دیدنی برای سیاحان عرب کوه‌های اوکراین بوده است. آنها اینجا دسته دسته می‌آیند و با مردم و عادت و سنت‌هایشان آشنا می‌شوند. Ой, красуня, ой, гуцулка. Робите ось так пальчиками. تنها در 3 ماه گذشته از خلیج فارس با اوکراین 35,000 سیاح آمده است. به حساب مقامات هر یکی از آنها در یک هفته $3,000 خرج می‌کند. اگر خراجات هر یکی از این سیاحان را جمع کنیم، پس سهم آنها در اقتصاد اوکراین $40 میلیون است. مقامات اوکراین امیدوارند سفر سیاحان عرب زمستان هم قطع نمی شود، چون بعضیشان می‌خواستند برف را با چشمان خویش ببینند.